سلام. امروز قراره یه نسخه خاص و سالم از کیک عشق ایرانی رو با هم درست کنیم، بدون شکر، بدون گلوتن، مخصوص کسایی که رژیم لو کارب یا دیابتی دارن. اول از همه انتخاب قالب کاملا بستگی به سلیقه شما داره. میتونی از قالب‌های فانتزی یا ساده استفاده کنید. فقط یادتون نره اگه فانتزیه با کره چربش کنی و کمی آرد بپاشی و اگه ساده است حتما کاغذ روغنی بندازید. توی کاسه کره نرم شده رو میریزیم، شیرین کننده مجاز، ترجیحاً ترکیب قهوه‌ای و سفید رو بهش اضافه میکنیم. با همزم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم، کاملا یک دست انقدر هم میزنیم تا یک دست بشه. بعد ماست پرچرب رو اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. پوست پرتقال رنده شده ترجیحاً با رنده ریز یا با زستر استفاده میکنیم و میریزیم داخل مواد. بعد وانیل و آب پرتقال تازه رو اضافه میکنیم. نگران آب پرتقال نباشید دوستان، این مقدار با رژیم کیتو سازگاره. حالا وقتشه که مواد خشک رو آماده کنیم. آرداتون رو 3 بار علک کنید. بعد بهش بیکینگ پودر، هل، یک مقدار نمک اضافه میکنیم. نمک یادتون نره چون طعمش رو بالانس میکنه. مواد خشک رو به مواد ترد و مواد ترد رو به مواد خشک اضافه میکنیم و هم میزنیم. بافت این خمیر تقریبا غلیظه، طبیعیه، نگران نباشید به خاطر آرد بادام. مواد رو داخل قالب بریزید و بفرستید داخل فرن با دمای 325 درجه فارنهایت حدود 40 تا 45 دقیقه. ممکنه هم بیشتر بشه، بستگی به حرارت واقعی فرن شما داره. بریم سراغ شربت. توی ظرف کوچیک شیرین کننده مجاز، گلاب، آب لیمو ترش تازه، زعفران دم کرده رو میذاریم روی حرارت. وقتی به جوش اومد شعله رو کم میکنیم و حدود 5 دقیقه میذاریم آروم بجوشه. کیک که پخت و کمی خنک شد با خلال دندون چند تا سوراخ ریز روش ایجاد میکنیم و شربت گرم رو روش میریزیم تا کامل جذب کیک بشه. برای تزیین میتونید از پسته، گل یا حتی گلیز استفاده کنید. اگر خواستید گلیز درست کنید دستورش رو توی کپشن براتون مینویسم. نوش جان.